چقدر با حوصله و با تحمل تمرین می‌نماید روزها و هفته‌ها و ماه‌ها هر ترانه تازه ایجاد را و هر ترانه بعد کلان تهیه شدن عین یک معجزه پیام چشمه‌های علوی می‌آورد برای شنونده. از اینجاست که این ترانه‌ها آهسته آهسته به سرودهای همگانی تبدیل می‌یابند و در محفل‌ها و نشست‌های خاصه مهمتر از همه در زبان خلق تکرار می‌شوند. بهادر نعمت، هنرپیشه خلقی تاجیکستان. این بار از او خواهیم گفت و از شیب و فراز راه ایجادی او. بفرمایید دیگر. بهادر نعمت، هنرمند خلقی تاجیکستان، زاده دوشنبه زیبا و گلبدامنی وطن، ختم کرده دانشگاه دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده در سال 1977. راه طی کرده سالهای 1970-1973 چلانگری فابریکای گلدست، سالهای 1973-1977 دانشجوی دانشگاه دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده، سالهای 1977-1979 خدمت حربی در قسم نظامی 53-54 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، خدمت مادر وطن در صف قواهای مسلح، سالهای 1979-2005 آوازخوانی ارکستر استرادی گلشن کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سال 2008 آموزگاری کلانی کافدرای آوازخوانی اکادمی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستارов، سال 2009 مدیر کافدرای صنعت موسیقی استرادی کنسرواتوری ملی تاجیکستان، از سال 2012 تا امروز آموزگاری کافدرای صنعت موسیقی استرادی کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستارov. نوارهای صوتی: افسانه دل، گل بودی گلاب شدی، شیرین نگاه از زیر چادرت، بوتی نازنینم، دوشنبه، ترانه باران، غم مخور، تو را خانه کجا باشد، بیا تا گل برافشانیم، قدر یکدیگر، نوروزی، درویش و فقیریم، شب بخیر و باز زیاده از 250 سرود و آهنگ‌های جالب دیگر که در اجرای هنرپیشه خلقی جمهوری بهادر نعمت پیشنهاد مخلصان گردیده و در خزینه اطلاعی رادیوی تاجیکستان محفوظ شدند. آثار تالیفی: پرواز آواز، یاد نگار، زمزمه زندگی، سفرهای هنری. سال 1981 شرکت در روزهای ادبیات و صنعت تاجیکستان در جمهوری ازبکستان، 4 مرتبه سفر هنری به جمهوری افغانستان. سال 1984 هنرنمایی در صحنه جمهوری ژاپن. سال 2003 اشتراک در فستیوال گل‌های کره شمالی. سال 2005 شرکت در روزهای فرهنگ تاجیکستان در روسیه. همچنین هنرنمایی خاطرمان در هیئت پوره ارکستر استرادی گلشن در استودیوی کنسرتی استانکینوی تلویزیونی مرکزی مسکو و در برنامه‌های شیر کروگ و سپایومتی دروزیا. قدردانی‌ها: ارتیست خدمت نشان داده جمهوری تاجیکستان از سال 1990، هنرپیشه خلقی تاجیکستان از سال 2005، عضو اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان از سال 2019، مرد شریف و غیور و هنرمند و هوشمند، پدری پرکار و نمونه برای اهل خانه، باباجانی مهربان و پهلوان، استاد سرطلب و شاگردپرور، هنرپیشه خلقی جمهوری بهادر نعمت. نگاه به ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی، از زیر چادرت نگاه به ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی. شما با فرد ارتباط دارید یا زندگی رو فقط برای امروز تحریزی می‌نمایید؟ البته در آینده نقشه ها دارم، آرزوها دارم، نیت های خوب دارم، سرود های ناخوانده دارم و برنامه های ثبت نشده، اجرا نشده هست که در دل من هست. غزل های حافظ رو من بسیار دوست می‌دارم. از جوانی خیلی سرود ها جمع شدگی هستن. من یک روز حساب کردم قریب 30 غزل حافظ رو من
سرایدم و میخوام از همونها انتخابان یک برنامه سازیم. ولی شکل برنامه راستی گپ نمیدارم چه میشه نشده است در اندیشه. خیر با مصلحت میکنیم چه کنیم که پیشنهادی مخلصان گردانیم. یعنی که آرزو امیدها بسیارن، خدا کند که آرزوهای ما به عمل تبدیل گردد. یعنی که آرزوهای فردا امروز را زیبا میسازد، برای امروز به انسان نیرو میدهد. البته بله. واقعا آرزو به زندگی انسان رنگ میبخشد، گام ها را استوار می‌نماید و بر روح و روان توان می‌فزاید. بهادر نعمت با هزاران آرزو و هوس عین اوج جوانی آمد به گلشن پرگل و پرنکهت. همگی جوان بودند، اتفاق بودند و همروان و همزبان. و بهادر نعمت با جمع هم پیشگان سرمست از جام محبت مخلصان از عشق می‌خواند و عاشقانه می‌خواند و برای عاشقان تشنه وصال. تصادف بود، تقدیر بود، یا شاید شوق دل که در مرحله کمال عمر گرفتار غزل شد. دیگر غزل در لب با عظمت صوتی و صدای نمکین و همزمان با حیثیت چراغ افروزش روی صحنه ترانه توحید می‌خواند. فدایی راه ادب است هنرمند و خوشچین باغ معرفت قریب همه شعرای دوشین. بارها بزم طرب آراسته با نکهت غزل‌های سبز و تازه جوان و مست تپیش و نمکین و جاویدانه ابو عبدالله رودکی، ناصر بخاری، مولانای بلخ و اقبال لاهوری، شمس و کمال خوجندی و شام غزل را منور کرده. چون غزل را زنده کرد هنرمند در شام غزل، دیگر روشنایی این شمع‌های افروخته به طور همیشگی یک گوشه خاطره شنونده و بیننده را سبز و منور نگاه خواهد داشت. طبیع لطیف داند لطفی لب و دهانت، فکری دقیق باید سر رشته میاند، سر رشته میاند. دیمی شدی خیرامان چون سر و عقل میگفت، دیمی شدی خیرامان چون سر و عقل میگفت. خوش میروی به تنها، تنها فدای جانت، تنها فدای جانت. خوش میروی به تنها، تنها فدای جانت، تنها فدای جانت. لطفی صبا شنیدم با دست با نسیمت، آبی حیات دیدم هجاست با دهانت. دانی چرا رقیبت کرد از دری تو دورم، دانی چرا رقیبت کرد از دری تو دورم. نگذاشتا نشینم گردی با آستانت، گردی با آستانت. نگذاشتا نشینم گردی با آستانت، گردی با آستانت.
شگیرد صبروی چون کمانم پیراهنی صبوری کردیم پارا پارا تا دیدیم چون گل در دستی سایه سلاتی باشد کمال مسکین در سایه سلاتی باشد کمال مسکین در سایه سلاتی باشد کمال مسکین گر بشمرند او را از خیلی بندگانند از خیلی بندگانند گر بشمرند او را از خیلی بندگانند از خیلی بندگانند گر بشمرند او را از خیلی بندگانند از خیلی بندگانند جای خاص و استوار خود را در صحنه سرود تاجیکی چون بهادر نعمت پیدا کردن آسان نیست. زحمت زیاد می طلبد و بهادر نعمت مرد زحمتکش است در این سمت. تنها سرود شب بخیر کفایه است که حضور هنرمند را در پیوند نسل‌ها روشن و دقیق درک بنماییم. در 50 سال چشمرس سرودی که به این اندازه معروف و محبوب و مردمی شده باشد قریب که دیگر نیست. از سال 1975 این جانب اگر هزاران هزار جشن و محفل ها در تاجیکستان و دیگر دولت های تاجیک نشین صورت گرفته باشد همه آنها با شب بخیر انجام یافتند و بهادر نعمت این استاد هنر بایستی ممتاز باشد، زیرا ایشان مکتب موسیقی سنتی را در نزد استاد عبدالله نظری شاگرد اکا شریف جورد، مکتب موسیقی کلاسیکی را در نزد استاد معروف خوجه بهادر شاگرد صادق خان حافظ گذشته و هم اختصاص هنری عالی دارد، هم درس‌های اختصاصی اکاردیون و عود را گرفته است، هم مکتب جهانگیر موسیقی استرادی شوروی را در نزد عارف شاه عارف گذشته. اکاردیون، سینتیزاتور، تار، ساز، تنبور و عود را چیره دستانه می نوازد. از جوانی کم و بیش من از حافظ و دیگر کلاسیکان می سرایدم، لیکن 20 سال اخیر بیشتر با کلاسیکا رو آوردم، یعنی که با معنای همون غزل ها همون سخن ها با بسیارتر گرفتار شدم، یعنی که البته با ما بسیار با شاعران همکاری داریم و محفل ها داریم میشینیم و وقتی که با آنها سیر اسراری همون غزل های حافظ یا که چیزی که من نمیفهمم باز و یا فهمانده میدادن. بله. پرسیدن هیچ وقت عیب نیست. بله. و حاضر من بسیار حس میکنم که چخیل غزل های بلند گفتن، چخیل شعرهای بلند در معنی بیشتر میشود. بیشتر میشد. چقدر آدم بر سین سال کلانتر شود با زیادتر این چیزها را درک میکند و تاثیر زیاد میکند این شعرها. و وقتی که من در محفل ها غزل ها را میخونم با بعضی وقت میشود که من خودم فهمانده میدهم و وقتی که من کم بیش معنای غزل را فهمانده میدهم بعد میخونم با تاثیر وای سرود با دیگه خیلی تر میشود.
حیران شدم که چی بجوز جان بفریستم بر خاطر پروردش از عطر فرنگی بر خاطر پروردش از عطر فرنگی یک شاخه پر نکهتی ریحان بفریستم یک شاخه پر نکهتی ریحان بفریستم این عشقی که در کنج دلم بود نخفتم این عشقی که در کنج دلم بود نخفتم پندار که آتش و نیستم بفریستم پندار که آتش و نیستم بفریستم هرچند ندانم که سراغش زی کی پرسم هرچند ندانم که سراغش زی کی پرسم من نام اول سوی بدخشان بفریستم من نام کنم نام بجانان بفریستم من نام کنم نام بجانان بفریستم آبو سفریان لبی خندان بفریستم بابو سفریان لبی خندان بفریستم یک شاخه پر نکهتی ریحان بفریستم یک شاخه پر نکهتی ریحان بفریستم کل زندگی از پندار ما حیات و ممات است. آمدن و رفتن، سیاهی و سفیدی. چه خلاصه کردید در همین مرحله عمر؟ جز اساسی زندگی چی را می حسابید؟ یک آدم به بازار می رفته است و در بازار با یک موسفید نورانی روبرو می شد و با خلطچه طلا را دراز می کند و می گوید که بابا به من یک دعا دهید. موسفید هم نگاه می کند می بیند که خیلی آدمی عادی نیست و می گوید که پسرم 1000 ساله شوی. بعد وای این شخص می گوید که زب دعا دادید. کدام آدم 1000 سال عمر دیده بود که من 1000 سال عمر می بینم. بعد می گوید که موسفید می گوید که تو معنای گپ را نفهمیدی. معنای گپ من همین که تو 70 سال عمر می بینی، 80 سال، 90 سال، لیکن همین خیلی زندگی کن که 1000 سال درباره تو گپ زنن، تعریف و تفسیر کنن، یاد کنن. یعنی که در زندگیت هم خیلی کارهایی کن که کارهای نیکی تو 1000 سالها باقی ماند. من ما خیلی که یاد میکنیم از حاجی عبدالعزیز سمرقندی سر کنیم، چندین آهنگای آفریدند. افسوس که ما کس را ندیدیم، ثبتشان را نشنیم، لیکن آهنگایشان را تا حاضر حافظای ما می سرایند. اکا شریف جورایف من چقدر خزینه بای دارند که حاضر هنرمندای جوان
تا حاضر گرفته با سرایی میکنند. شما از هنرمندهای ارشد، از هنرمندهای زنده یاد نام بردید، یعنی که تاریخ رو میتوان از سرنوشت همین گونه انسانهای نازنین، انسانهای سرشناس شایسته شناخت. البته همین شخصیت ها، آدم های شخصان بزرگ پیشبرنده تاریخ می باشند. چقدر شاعرای بزرگ داشتیم، عالمان بزرگ داشتیم. بعد از آن من در دوره معاصر با من که صنعتکار هستم بیشتر درباره صنعتکارا گپ میزنن. بعد من استاد عبدالله نظریف، ظفر ناظمیف، جورابیک مرادوف، آدین هاشیموف، چقدر هر کدام اینها مکتب داشتن، چقدر پیروها داشتن، چقدر تقلیدکارا داشتن، چقدر شاگردا داشتن که همین سرودهای آنها را میسرن. در خزینه محفوظ است سرود آهنگای آنها. چقدر شنونده که تربیت یافتند. و ما وقتی که آنها را به خاطر میبیاریم، همون زمانی آنها را پیش نظر میبیاریم. در کدام زمان، در کدام وقتها، در کدام سالها زندگی کردن، در دوره کیها زندگی کردن. یعنی که خواه نخواه ما در پیش نظر ما همون دوره ها میبید. بنابراین هر کاری که میکنیم برای آینده، ممکن که ما را نیز یگان کسی یاد کند از روی هنر ما، از روی سرودهای ما، یا که از روی کتابهای ما. بنابراین در این چند سالی که زندگی میکنیم ما باید که فقط کارهای نیک کنیم. نیکی کنیم، وقت را غنیمت داریم، وقت بیهوده نگذارانیم، همیشه مهنت کنیم برای آینده. سلامت باشید. فرصت عمر را غنیمت می‌داند بهادر نعمت و با یک مسئولیت جدی دانسته و هوشمندانه از وقت بهره می‌جوید. هم برای تنظیم مجرای زندگی و خواجگی داری، هم برای فراغت جسمانی و آرامش روح و روان با جمع داستان، و هم برای ایجادهای تازه به تازه، نو به نو وقت را تقسیم بندی کرده و موفق شده که برکت وقتی رفته را دریابد. ما خواهیم نخواهیم روزهای عمر ما میگذرند، اما خوش به حال انسان‌های چون بهادر نعمت که برای چگونه پشت سر شدن این روزها از قبل برنامه کرده و طبق آن عمل می‌نمایند. بوی جوی مولیان آید همه، یادی یاری میروبان آید همه. بوی جوی مولیان آید همه، یادی یاری میروبان آید همه. رگیامو با درشتی های خیش زیر پایم بر میان آید همه. آبی جیهون از نشاطی روی دوست، کینگی ما را تا میان آید همه. روی جوی مولیان آید همه، یادی یاری میروبان آید همه.
سوی با ستان آید همه روی جوی مولیان آید همه یادی یاری مهربان آید همه روی جوی مولیان آید همه یادی یاری یادی یاری مهربان آید همه یادی یاری یادی یاری مهربان آید همه اگر با خود گپ میزنیم از چی گپ میزنیم؟ از همون کارهایی که اجرا نکردم، از خطاگی های خودم پرسان میشم که چرا من این خیل نکردم، این خیل کردم. مثلا ما برای پدر و مادر ما 4 پسر و 5 دختر در عائله بودیم و از 4 پسر من تنها موندم، یعنی که 3 برادر ما از دست دادیم و مادر نیز گذشتند و فکر میکنم که چرا بسیارتر صحبت نکردم با مادر، با برادران. با پدر چی؟ با پدر که براختر گذشتند با بسیارتر افسوس میخوریم که چرا وقتی که من الکی کارگر شدم، یعنی که شهرتمند شدم، الکی اون کس نبودن. افسوس که ندیدن، حضور ما را ندیدن. اون کس تمام بر وقت گذشتند، 51 ساله بودند و من حالا دانشجو بودم. البته چیزی که از دستم می آمد ما با پدر و مادر خدمت میکردیم، با برادرها میشیشتیم، سرودها میخواندیم، لیکن باز زیادتر اگر ممکن بوده باز همیشه در دو و توز بودیم، سراسیمه بودیم، وقت نمی رسید. لیکن با آدمانی که شخصانی که پدر و مادر دارند، برادر دارند، مصلحت میدیم که بسیارتر شینند، بسیارتر صحبت کنند، چون که آنها غنیمتند. بعد هر یک آدم بعد پشیمان میشود که چرا بسیارتر صحبت نکردن، بسیارتر نشیشتن. 4 دادران نور چشم مادر بودند و فرزندان صادق وطن. هر کدام در سمت‌های گوناگون فعالیت پرثمر داشتند و در آباد کردن وطن سهم گذار. برادری از همه خردی در عین اوج جوانی در یک صدمه نقلیاتی رفت به سوی بسویی. سوختند در حق برادر جوانمرد این 3 برادر و تن دادند به تقدیر و شمع خاطره‌اش را افروختند در یادها و در ترانه‌های دست جمعانه ایجاد شده. این ترانه‌ها زیاد نیستند، اما هر کدام یک زندگی هستند. زندگی که آغاز دارد و انجام، شب دارد و فراز، گرم است و سرد و اما زیست باید. و این ترانه‌های 3 گانه دیگر خاطره اند و دوام عمری رفته ها. به دستاری مردم نتوان کشت، چون دل به دستاری مردم نتوان کشت. نزدیک خداوند بدی نیست فراموش، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش. این ترن از باری
انگور از بحری نبید از بسر خوش انگور از بحری نبید از بسر خوش. شما بهادر نعمت فعالیت ایجادی خود را میتواند که به دوره حاجی داد بنمایید؟ البته در جوانی بسیارتر انا سرودهای استرادی میخوندم، سرودهای شوخ میخوندم، چون خلق پر از شر و شر بود. سرودهایی که با جوانان زیبنده بود و برای جوانان دلکش بود. بعد یک دوره شد که ما با برادران یک چند سرود سراییدیم، چون ته به دست آری مردم نتوان کشت و بوجوی مولیان آید همه و درویش فقیریم در این گوشه دنیا. و سرودهای مشهور هم بودند در زمان خود. این سرودهای مشهور این هم یک بودند. دوره بود که ما برادران هم دوره در طبیعت ثبت شده بودند. دوره ناآرامی تاجیکستان بود. همون دوره ما یک چند سرود آفریدیم با برادران از دنیا گذشتن. با فرزندان ما همین کار را دوام دادیم. فرزندان کلان شدن و با پسران محمد جان و بهادین ما این کار را دوام دادیم. این یک مرحله بود. من سالهای آخر بسیار با غزلهای کلاسیکانی خودمان روی آوردم و خیلی که به شما معلوم است از اشعار کلاسیکان آخر وقتا بسیار می‌سرایم. با نواختن اسباب این یا آن اسباب و این یک دوره دیگر است که الان مثلا نه استرادا نه صرف ملی ما سینتز میکنیم و بیشتر اسبای ملی را استفاده میبریم و اسبای برخی نیست هستند و این یک دوره دیگر است برای فعالیت ایجادی من. یک دوره گلگل شکوفان در همین مرحله بیشتر زنده سرایی میکنیم. همین زنده سرایی با من بسیار با خودی من پیش از همه حلاوت میبخشد و فکر میکنم که با دیگران نیست همه خیلی وقتی که با خودی من حلاوت بخشید دیگران نیست از این سرودها یک چیز بهره میبرند. مثل که زنده سراییدن به شما نیرو میبخشد برای ایجادهای تازه. البته هر یک کاری که کردیم ما وقتی که نتیجهش رو میبینیم، وقتی که ما رو تبریک میکنن در این باره گپ میزنن تعریف میکنن، ما باز الهام میگیریم و نقشه ها میگذاریم و نقشه ها میگذاریم که با دیگر محفل ها گذرانیم. وقتی که نقشه گذاشتید خواه نخواه بعد کار میکنید از پای همون نقشه میشید و برای فعالیت ایجادی این باز تکان میشود، یعنی که کمک میشود. یعنی که شما راضی هستید عین زمان از موقعی که دارید و از جایگاهی که ایجادی شما دارد در جامعه؟ من راضی ام. البته با بیشتر کار کردن در کار، بیشتر بعضی چیزا رو اصلاح کردن در کار، یعنی که باز خوبتر و خوبتر می شود که کار کند آدم، یعنی که باز خوبتر هر دفعه میخواد که یک چیز با بهتر پیشکشی تماشابینان گردانید. شکر خدا که از جوانی آرزوهایی که داشتم عملی گشتند. چیزی که نصیب بود پروردگار به من نصیب کرده باشد همه را دیدم و من میخواهم که این طرفش هم البته خوب شود. سرودهای نو و نو آفریم، فرزندا کسب مرا گرفتن، آنها با یک چی کامیاب شوند، صاحب آبروی اعتبار شوند، همین کسب ما را دوام دهند. با شرافت پیشوای معظم ما امام علی رحمان در کشور ما هر یک جوان می تواند که اگر مهنت کند، بخواند، مهنت کند، پیوسته از پشت کسب خویش باشد، می تواند که با آرزوهایش رسد، با آبروی اعتبار پیدا کند. یعنی که یک شخصی برآمد کشور ما، جمهوری ما شود، از خود شخص وابسته. چقدر که ما بخوانیم، مهنت کنیم، شب و روز در کدام ساحه نباشیم، باید که هم کسب خود را دوست داریم
و فدایی کسب خود باشیم. اونگاه شخص به تمام آرزوهاش میرسد و ابرو اعتبار پیدا میکند، به حرمت مردم سزاوار میشود. بله، سلامت باشید. خوش به حال ما که امروز در برنامه شما را داشتیم. واقعا خوشمان آمد حضور شما، خوشمان آمد ابراز اندیشه های شما به سوال هایی که پیش گذاشتیم. ثنا بر شما. سلامت باشید. بیننده عزیز، در او فرصتی که در اختیار داشت داستان زندگی و ایجاد را سرایید برای ما و شما بهادر نعمت، هنرپیشه خلقی تاجیکستان. اینک ما رفتیم و حدیث گفتیم. حدیث صداقت به نیاگان، صداقت به هنر، صداقت به زندگی و مهمتر از همه صداقت به زحمت. ما برکت زندگی و ایجاد هنرمند بهادر نعمت را در تاج صداقت دریافتیم که ایشان صبور و متین و توانا به سر نهاده و عزت یافته. یا نه بیننده ما؟ در راحت ایران شدم ای جان من، به سر و سامان شدم ای جان من. در راحت ایران شدم